رفتار ولاد با خائنان سلطنت پدرش تازه شروع شده بود. همونطور که گفتیم در این سالها تهدید عثمانی در صحنه بین‌المللی بدتر میشد، تا جایی که سلطان محمد سوم به والاچیا هم توجه داشت و آن را بخشی از امپراتوری عثمانی اعلام کرد. در این نقطه ولاد سوم بیش از هر زمان دیگری مصمم بود که به عثمانیان درسی بده که هیچ وقت فراموش نکنند. سلطان محمد سوم فرستادگان خودش رو به قلعه ولاد فرستاد تا خراجی شامل 10,000 دوکات به همراه 500 سرباز جهت پیوستن به ارتش ترکیه فراهم کنند. اما سلطان حاکم جوان رو دست کم گرفته بود. هنگامی که فرستادگان سلطان از برداشتن عمامه خود به نشانه احترام به ولاد خودداری کردند، ولاد خشمگین شد و دستور داد عمامه هاشون رو با میخ به سرشون بکوبند. این سرپیچی باعث وقوع جنگ‌های خونینی بین حکومت والاچیا و امپراتوری عثمانی شد، تا جایی که ولاد از سرلاخی هیچ مرد، زن و یا حتی کودک ترکی که به مسیرش برمیخوردند دریغ نمی‌کرد. سلطان محمد در پاسخ به کشتار و ترسی که ولاد در میان مردمش ایجاد کرده بود، مبارزات خودش رو در یونان رها کرد و تمام توجهش رو به مسئله ولاد معطوف کرد. اون ارتشی متشکل از 150,000 نفر رو جمع کرد که تنها مأموریتشون پیدا کردن و کشتن ولاد. بعد از مقاومت‌های بسیار و استفاده از تاکتیک‌های جنگی مختلف، در نهایت ولاد که شمار ارتشش به مراتب کمتر بود و خودش رو در محاصره ترکا می‌دید، همراه باقی مانده ارتشش مجبور به پناه گرفتن در کوهستان شد. بعد از برنامه‌ریزی‌های زیاد، در شب 17 ژوئن 1462 ولاد نیروهای خودش رو به دو قسمت تقسیم کرد و از دو جهت به ترک‌ها شبیه خون زد. در عرض یک ساعت بیش از 15,000 ترک سلاخی شدند. در سپیده‌دم ولاد حمله را متوقف کرد و افرادش دوباره به کوه‌ها برگشتند. سلطان محمد سوم که ناامید شده بود و قصد عقب نشینی داشت، با مشاوره فرماندهاش متقاعد شد که پیروزی هنوز متعلق به اوناست. بنابراین افراد خودش رو به پایتخت هدایت کرد و قلعه ولاد رو برای مدتی تحت اختیار برادر کوچیکترش راجو قرار داد. ولاد میدونست اگر میخواد شانسی داشته باشه، باید دوباره به خودش بیاد و نیروی بیشتری جمع کنه. اما در این راه به دلیل خیانت یکی از متحدهای مجارستانیش که با عثمانی‌ها همدست بود، دستگیر شد و 4 سال رو به عنوان زندانی در مجارستان گذروند. و از اونجایی که قصد نداشت از تاجی که به حق هنوز متعلق به اوست چشم‌پوشی کنه، مخفیانه و با یک فرمانده نظامی سابق همکاری کرد تا اینکه موفق شدند ارتشی متشکل از نیروهای مجاری و والاشی در ترانسیلوانیا دور هم جمع کنند. ولاد با ارتش موقتش در اواسط سال 1476 موفق به بازپسگیری حکومتش شد و دوباره در والاچیا به قدرت رسید. اما فاقد ارتش قوی بود و در واقع فقط حدود 4,000 سرباز در اختیار داشت. بنابراین زمانی که ترک‌ها 2 ماه بعد از بازپسگیری تاج و تخت او برگشتند، دراکولا بالاخره طعم شکست رو چشید. جزئیات دقیق مرگ ولاد مورد بحثه. اکثر محققان معتقدند که او در اوایل سال 1477 هنگام جنگ با ترک‌ها کشته شد. یکی از عقاینگاران معاصر ترک نوشته که ترک‌ها او را کشتند و سرش را از تنش جدا کردند و به قسطنطنیه فرستادند. در آنجا گفته میشه که سرش در اثر نگهداری و به نمایش گذاشته میشد تا همه ببینند و باور کنند که دراکولای به میخ کشنده واقعا مرده. تخمین زده میشه که میراث ولاد در کشتار و شکنجه‌هاش شامل بیش از 20,000 به میخ کشیدن، 5,000 سر بریدن و 10,000 سوزاندن در آتیش میشه. برای بعضیا ولاد سوم به معنی واقعی کلمه یه شیطان بود و از نظر بعضی اون یک وطن پرست دیندار بود که شجاعانه در برابر امپراتوری عثمانی ایستادگی کرد و در کشور خودش رومانی هنوز هم که هنوزه ولاد به عنوان یک قهرمان شناخته میشه. نظر شما چیه؟ ترجیح میدید یه شیطان شناخته بشید اما کشور خودتون رو حفظ کرده باشید، یا اینکه ازتون به عنوان یک قهرمان یاد بشه ولی سرزمین و مردمتون رو از دست داده باشید؟ از اینکه با ما همراه بودید خیلی ممنونم. اگر این ویدیو رو دوست داشتید فراموش نکنید حتما لایکش کنید و ما رو به دوستای کنجکاوتون معرفی کنید. با آرزوی سلامتی براتون تا ویدیوی بعدی، کنجکاو باشید.